درود خدمت شما دوستان عزیز، امیرحسین هستم. امیدوارم که خوش و خرم و سلامت باشید. خوش اومدید به کانال ما. تو این ویدیو قراره بگیم و بخش دوم و پارت دوم آموزش خروجی گرفتن از چت های چت جی پی تی با استفاده از نرم افزار پندا که آموزش بدیم که ما داخل کلیپ قبلی آموزش خیلی ساده شو دادیم. داخل این کلیپ حتما کلیپ رو ببینید بعد برین سراغ این و داخل این کلیپ هم قراره ما آموزش این رو بدیم بهتون که یک فایل تمپلیت و نمونه درست میکنید، میدید به نرم افزار با توجه اون فایل میاد و خروجی شما رو اتوماتیک پیکربندی میکنه، فونت‌ها رو تنظیم میکنه، قالب‌ها رو تنظیم میکنه و خروجی رو برای شما میگیره و میتونید راحت‌تر سریع‌تر کارا رو انجام بدید. اگر آماده اید برید داخل کامپیوتر تا بهتون کامل آموزش رو بدم. خب دوستان، اگر کلیپ قبلی ما رو دیده باشید میدونید که ما اومدیم نرم افزار پنداک رو دانلود کردیم با فایل با پسوند .zip و یک فایل کامند هم اینجا داشتیم که دستور رو داخلش نوشته بودیم. ما امروز با دستور دومی کار میکنیم. من برای دوستانی که اون کلیپ رو هم ندیدن هرچند توضیح میکنم ببینید، ولی اونایی که ندیدن من یک آموزش خیلی سریع هم اینجا میدم که بتونید استفاده بکنید. وارد مرورگر میشید، pandak.org رو جستجو میکنید، روی اینستالینگ کلیک میکنید، روی دانلود لیتست اینستالر میزنید، وارد صفحه گیت هاب این برنامه‌نویس خلاق میشید. دمش هم گرم چون نرم افزار بی‌نظیر رو اومده و طراحی کرده. میایم پایین در بخش assets x8664.zip رو دانلود میکنیم. این فایل رو دانلود میکنیم، داخل یک فولدر قرار میدید. فایل رو با استفاده از نرم افزار اکسترکتورتون 7z و وینرر اکسترکت میکنید و یک فولدر به شما خواهد داد. خب این فایل رو که دستور هست براتون اجرا میکنم. دستور دوم و اول رو هم داخل کامنت ها براتون داخل دسکریپشن براتون قرار میدم، میتونید استفاده بکنید. خب وارد فولدر اکسترکت شده میشیم. یه فولدر دیگه داره و ما این محتوا رو اینجا داریم. البته این ایکس و وای و اینا مال جلسه قبلی که آموزش داده بودیم. وارد چت جی پی تی تون میشید و اون متنی که میخواید خروج بگیرید رو کپی میکنید. مثلا من اینجا یه متن تست دارم، از اینجا میاد داخل خود سایت چت جی پی تی کپی میکنید این متن مورد نظرتون رو، میاد اینجا میاد داخل همین فولدری که pandak.exe وجود داره یک راست کلیک، یک داکیومنت یک نوت جدید میسازید، یک اسم دلخواه روش قرار میدید. مثلا من میذارم test.txt درسته و بازش میکنم و این چیزی که کپی کردم رو داخلش با کنترل وی و کلا پیست میکنم، سیوش میکنم، میبندمش و اینجا میام چیکار میکنم؟ میام و فایل تمپلیت رو که قرار بدیم به نرم افزار رو میسازم. فایلی که قراره به عنوان فایل نمونه باشه. راست کلیک میکنم، نیو میزنم و اینجا مایکروسافت ورد داکیومنت رو کلیک میکنم. یکی اسم دلخواه مثلا temp درسته، مثلا template.docx اینتر میکنم و فایل رو باز میکنم. اینجا هم قراره اون چیزایی که میخوایم رو فایلمون اعمال بشه رو تنظیم میکنیم. رو فایلایی که از این به بعد اعمال میسازیم اعمال بشه رو تنظیم میکنیم. ما با چند بخش اصلی کار داریم که من اون بخشای مهم رو بهتون کامل آموزش میدم. این بخش استایل رو ما کار داریم، بخش پیج رو کار داریم، بخشی که ما باید قالب صفحه رو مشخص کنیم و یک سری بخش دیگه که بهتون آموزش رو میدم. اولین بخش نرماله. نرمال چیکار میکنه؟ نرمال باید اون قالب متن‌های عادیتون رو تنظیم کنه، مثلا توضیحاتی که راجع به یک تیتر داده شده. راست کلیک میکنیم و مودیفای رو کلیک میکنیم. چون این صفحه براتون باز میشه ما با این بخش کار داریم، درسته؟ و یک سری محتوای تو این بخش حالا بهتون کامل آموزش رو میدم. اول از هر چیز این لاتین رو میذارید روی کامپلکس و از این بخش فونت مورد نظرتون رو جستجو میکنید. مثلا من میخوام برای متن نرمالم وزیر باشه، فونت وزیر، فونت معروف، و سایزش هم میخوام 11 باشه، رنگش هم اتوماتیک باشه و اوکی. اینو مثلا میذارم فقط روی این. اوکی رو کلیک میکنم. اوکی شد. بخش نو اسپیس وارد میشیم. داخل این بخش وارد میشیم، بخش مهمی است. اینجا میخوام من وزیر باشه فونتم و همون 11 روی کامپلکس میذارید و
وزیر 11 رو انتخاب میکنید، مثلا وزیر برای من مثلا وزیر، این روی وسطی میذارم و اوکی رو کلیک میکنم. هدینگ 1 هدینگ 2 داریم و تایتل. ما با این سه تا کار داریم. هدینگ 1 و هدینگ 2 و هدینگ 3 در واقع همون تایتل و تیتراتون هستن. هدینگ 1 رو مودیفای رو میزنیم، روی کامپلکس قرار میدیم. اینجا مثلا من بی‌نازنین رو انتخاب میکنم. سایزش رو همین 20 خوبه، مثلا میذارم روی سبز لجنی. بولد میخوام باشه چون تیتر دیگه و اوکی رو کلیک میکنم. هدینگ 2 مودیفای کامپلکس، فونت مورد نظر مثلا بی‌نازنین، بولد و رنگ مثلا آبی آسمون. بخش تایتل کلیک مودیفای کامپلکس بی‌نازنین بولد و اوکی. الان قالب متن ما آماده شد، به صورت کامل آماده شده. یعنی چی؟ یعنی به تیترا فونت بی‌نازنین بولد میده، به متن‌های معمولی فونت وزیر میده و به این صورت. این گزینه راست به چپ رو هم کلیک میکنیم و سیو رو اینجا میزنیم. وارد بخش فایل میشیم، میخوایم صفحه رو تنظیم کنیم. وارد بخش پرینت میشید، از اینجا لتر رو میذارید روی A4 هر کاغذی که مد نظرتون هست و اینجا مثلا من میذارم روی نرو که فاصله گوشه ها با متن کم بشه. این چیزهایی بود که شما 100% بهش نیاز پیدا میکنید و همینا میشه گفت کفایت میکنه برای کارتون. فایل رو سیو میکنیم و میایم اینجا سیو از رو کلیک میکنیم، براوز رو میزنید، دقیقا همون جایی که فایل پنداکس وجود داره فایل رو با پسوند DOTX یا ورد تمپلیت سیو میکنید، فایل رو میبندید. دیگه ما با اون قبلی که داک ایکس بود کاری نداریم، میتونیم مثلا اینجا پاکش کنیم. ایران فایل تمپلیتمون و این فایل test.txt هم فایل متنمونه که قصد داریم تبدیلش کنیم به فایل ورد. حالا باید وارد این مسیر نرم افزار پنداک بشیم. دو تا راه داریم. راه اول و ساده‌تر، یکی راست کلیک کنیم و اوپن ترمینال رو بزنیم. راه دوم این که داخل سرچ بیایم و cmd رو جستجو بکنیم و اجرا بکنیم. دستور cd رو تایپ میکنیم، یک اسپیس میدیم، مسیر اینجا رو از اینجا کپی میکنیم، با کلیک روی اینجا کپی میکنیم، با راست کلیک اینجا پیست میکنیم، اینتر رو میزنیم و وارد این مسیر میشیم. بعد از اینکه وارد مسیر شدیم، اون دستوری که براتون داخل دسکریپشن قرار دادم که این باشه کپی میکنید، میید داخل این فولدری که وارد شدیم با خط فرمان و پیستش میکنید. میایم از اول براتون توضیح میدیم. در input.txt همون فایل رو میدید که خامه و میخواید شما تبدیلش بکنید، قصد دارید تبدیلش بکنید. مثلا من اینجا چی رو دارم؟ test.txt می‌نویسم test.txt پسوند رو حتما باید قرار بدید. در بخش output میید و اسم دلخواه فایل خروجی وردتون رو که در نهایت خروجی گرفته میشه رو وارد میکنید. مثلا new.docx هم خیلی مهمه، پسوند ورد است، حتما باید بذاریدش. این دو بخش رو توضیح دادم، مربوط به چپچین راستچین فارسی است. بخش دوم که تازه اضافه شده بخش ریفرنس داک هست که ما تمپلیت رو به نرم افزار معرفی میکنیم که با توجه به اون بیاد و فایل ما رو تنظیم بکنه. میایم اینجا و این بخش رو به اسم اون فایلی که الان ساختیم با هم دیگه، اون temp.docx میاد و اینجا جای این رو پاک میکنید و به جاش با راست کلیک پیست میکنید. درسته؟ الان چی میگید؟ میگید پنداک بیاد فایل test.txt رو تبدیل کن به new.docx با این مشخصات و طبق این قالب. درسته؟ اینی که تنظیم کردیم اینتر رو میزنیم. فایل new.docx برای ما ایجاد شد. فایل نهایی ما هست. اجرا میکنیم و مشاهده میفرمایید که خیلی تمیز، مرتب، خوشگل و زیبا و به راحتی و به سرعت متن‌ها با فونت هایی که مشخص کرده بودیم برای شما آماده شده. مثلا بی‌نازنین برای تیتر مشخص کرده بودیم، می‌بینید هدینگ 1 روش اعمال شده، برای متون عادی وزیر روش اعمال شده و برای مثلا بخش یکی از زیر تیترها فونت بی‌نازنین با سایز 16 اعمال شده. بقیه هم که به همون صورت دقیق و مرتب، تمیز، فرمول بندی درست برای ما اعمال شده. و از این بخش هم می‌بینید که
آچار و نرو مارجین هم روش اعمال شد. می‌بینید؟ پس یعنی هرچی ما اینجا تغییرات ایجاد کرده بودیم، هرچی ما تنظیم کرده بودیم، روی فایل نهایی ما اعمال کرد. به این صورت شما میتونید خیلی سریع، خیلی دقیق و خوشگل و قابل ارائه بیاید و فایلتون رو، فایل چت جی پی تی تون رو، متون چت جی پی تی تون رو تبدیل بکنید به فایل ورد قابل ویرایش. خب دوستان، دیدیم که در پارت دوم چجوری با اساسا پنداش تونستیم فایل تمپلیت رو آماده بکنیم و بهش بدیم که دقیقاً این همون خروجی داره ما بگیره و زحمات ما رو کمتر بکنه و کار سریعتر کنه و یک چیز قابل ارائه بسیار زیبا و عالی تحویلمون بده. اگر ویدیو ما رو دوست داشتید حتما ویدیو ما رو لایک بکنید. اگر محتوای هک، امنیت، شبکه، هوش مصنوعی و ترفندهای جالب کامپیوتری و نایاب کامپیوتری علاقه‌مندید، حتما کانال ما رو اینجا سابسکرایب بکنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا ویدیوهای ما رو از دست ندید و بزرگترین لطفی میتونید در حق ما بکنید اینه که کلیپ‌های ما رو لایک بکنید و برامون پر انرژی کامنت بذارید. امیدوارم که موفق باشید. بدرود.